چهارمحال و بختیاری پیشگام در هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی. هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی راهکاری مهم در مدیریت شرایط بحرانی می باشد. استفاده بهینه از زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری زمینه توزیع کالا را از حالت سنتی به مدرن فراهم می کند. همچنین میتوان امکان کنترل و نظارت بر قیمت و مقدار اقلام توزیعی، شفافیت در زنجیره توزیع و اطلاع از میزان موجودی کالاها و برنامه‌ریزی در راستای تأمین به موقع کالاهای اساسی را از مهمترین مزایای هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی دانست. طرح هوشمندسازی تامین و توزیع گوشت مرغ در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان استان پیشگام در سطح کشور انجام شد که منجر به ارائه خدمت بزرگی به تولید کنندگان و فروشندگان مرغ با توجه به الکترونیکی شدن ثبت درخواست خرید و فروش شد و همچنین تمامی فرایند عرضه گوشت مرغ در واحدهای صنفی و همچنین میزان تولید در کشتارگاه‌ها از طریق سامانه پیگیری و نظارت بر این حوزه دقیق و از وقوع هر تخلفی جلوگیری شد. و همکنون طرح هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی به کمک و همراهی شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های بخش کشاورزی در حال انجام است و انشاءالله به زودی کلیه اقلام اساسی مثل گوشت مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد، برنج، شکر و روغن از طریق سامانه هوشمند توزیع کالاهای اساسی انجام و کالاهای مذکور به صورت دقیق به دورترین نقاط استان ارسال خواهد شد. نگاهی به اقدامات اخیر معاونت توسعه بازرگانی در حوزه توزیع کالاهای اساسی. تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عنوان یک ابزار برای حمایت از تولید کنندگان، تأمین نیاز مصرف کنندگان و جلوگیری از نوسانات قیمتی و کمبودها در سطح استان چهارمحال بختیاری در 4 ماهه نخست سال جاری اقدامات خود را آغاز کرد. در این راستا معاونت توسعه بازرگانی برنامه‌هایی را ارائه داد، از جمله برنامه‌های محوری و اصلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی، ذخایر راهبردی و فراوانی کالاست. خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفته، با حمایت‌هایی که بخش خصوصی و تولید کنندگان محترم داشتند، تونستیم در سال جاری ذخایرمون در شرکت پشتیبانی اموردان و همینطور واردات و برنامه‌ریزی که وزارت جهاد کشاورزی انجام داده رو بحث اقلامی از جمله برنج بتونیم ذخایر به اندازه کافی در سطح استان داشته باشیم، به طوری که بر اساس سرانه مصرف خوشبختانه اقلام اساسی از جمله شکر، روغن، برنج، مرغ و گوشت به اندازه کافی در دسترس مردم شریف استان قرار گرفت. من برنج نیاز داشتم، روغن، مرغ، قند، اینا همه وجود داشت. دومین کاری که در معاونت توسعه بازرگانی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی طراحی شده موضوع هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی بود. با توجه به همراهی که سایر دستگاه‌ها با سازمان جهاد کشاورزی داشتن، طراحی این سامانه نیز انجام شد و انشالله به زودی تمام اقلام اساسی در قالب سامانه به دورترین نقاط در سطح استان نیز توزیع خواهد شد. خوشبختانه با مشارکت بخش خصوصی و تولید کنندگان عزیزمون در سطح استان تونستیم در سال جاری به صورت متوسط ماهیانه حدود 3000 تن برنج، 25 تن شکر، 1400 تن روغن و حدوداً 3000 تن مرغ توزیع بشه و در این راستا هیچ گونه کسری نداشتیم، به طوری که ذخایر راهبردی در سطح استان هیچ گونه استفاده‌ای در 4 ماهه اول سال صورت نگرفت.